با بزرگترین نمایشگاه بین المللی قطعات موتر خبه چین خوش آمدید. چین یکی از بزرگترین کشور تولید کننده و صادر کننده قطعات مختلف موتر در دنیا می باشد. هر شهر از ایالات مختلف چین قطعات خاص را تولید می کند. همانند شهر گوانجو محصولات دیزاینینگ داخل موتر را تولید می کند. ایالت جیجیانگ شهر ونجو پرزا و قطعات الکترونیکی موتر. شهر یوخوان قطعات کوچک انجن. ایالت جیانگسو شهر چانگجو تولید کننده چراغ عقب، اشاره، پامپر موتر می باشد. ایالت انخوی تولید کننده فیلتر پترولی، هوا، کلاه خاکگیر. ایالت شاندونگ لیدر بریک، قطعات دیگر بریک. ایالت خبه پایکین، واشل، پین بولت، انجین موتر. همین گونه گفته می توانیم شهرهای مختلف محصولات مختلف را قطعات موتر تولید می کنند. شهرهای شرقی کشور چین از مهمترین مناطق تولید کننده و صادر کننده قطعات موتر می باشد. دوستان عزیز، اگر کدام محصول و قطعات خاص را نیاز داشته باشید با شماره واتساپ زیل برایم پیام شخصی بگذارید.